سلام بچه، با یه ویدیو دیگه با من کلی خوش اومدید. امروز قرار من یه چیز عجیبی بهتون توی روبلاکس یاد بدم که احتمالا خیلیاتون ندیدید و احتمالا ترسناک هم هست. لطفا تا انتهای ویدیو رو بگیرید. اول این بازیه رو سرچ کنید. خلاصه که این رو سرچ کنید، اسم پایینش رو. بچه من یکم مریضم، برای همین شاید صدام نیاد توی ویدیو. کم صدای گوشیاتون رو خواهش زیاد کنید. حالا برید توی بازی مستقیم کنیم شکلش هم بیاد. این شکلی. حالا بیایید اینجا. بعدش که اومدید بیاید بالا پله. اینجا که رسیدید حالا بیایید برید اینجا. بله درسته، برید. با اینجا مواجه میشید که این چشما همه شما رو دارن میبینن و برید توی آدم درازی. کجاست؟ بیایید تو آدم درازی. با همچین صحنه مواجه میشوید. آره دقیقا. و هم میبینید یه جنگل ترسناک اینجاست. ببینید یکی مرده اینجا هم بهتون اینوایت خواهم داد. بعدش نمیدونم آخرش چیه. بیاین با هم اینو ببینیم. یه ویدیو میذارم، البته که اکثرا وقتی تا آخرش رو میدی همین میشه. بچه ها گفتم ترسناکه، میترسید نگاه نکنید.